سلام. امروز تاریخ 7 جون است و در امارات برابر به روز دوم عید قربان است و من میخوایم درباره چیزایی با شما گپ بزنم و چیزایی رو بگویم تا هیچ کسی نگفته و نمیگه. ما میخوایم درباره مشکلات های زندگی مسافران در امارات، در دبی و حتی دیگه جاها، فرصت های شغلی، مشکلات سر راهشان و راه های حلشان، مزایایشان، خوبیایش، بدیایش و همه چیزا را براتان بگویم. پس از شما میخوایم که مرا دنبال کنین تا در ادامه ما براتان تمام چیزها را که خودم آموختیم و این راه برای ما آموخته ما به شما از 0 تا 100 بگویم.